مقامات میگویند 25 خواننده مکتب دهه‌ای خواجه غلطانی ناحیه شورواباد از داروی زدی ҳашарот заҳролуд شدند. روز 26 می برای نابود کردن حشرات در بینای مکتب شماره 3 ناحیه شمسیدین شاهین زهرداروهای نوعی الفتی پرمترین و نوریل دی پاشیدند. بعد ساعت 12 تو یک 15 را یک مرتبه کارهای تازه‌کنی گذرانده شد. بعد ساعت 15 تو یک 30 دقیقه که خوانندگان بست دیدیم از صنف‌های یکم تا صنف‌های پنجم فرا می‌گرفت. در همین مورد کم کم بی‌هوشی به چشم رسید. در دو خواننده ده ما در همین حالت خوانندگان رو به بیرون برآورده با بیمارخانه مرکزی مراجعت کردیم و سر وقت علاج همین واقعه به عمل آمده را با فرجام رسوندیم. در نتیجه بعد یک ساعت تشخیص بیماران از بیمارخانه برگشته و استثنای 4 نفرشون که در ترکیب ارگانیسم آنها کسل اسم بود، یعنی راههای نفس کشیشون کم کم بند بود. از همین سبب در نظارت طبیبان ماندن و ساعت 8 خانه های پدر مادر جواب داده برگشته آمدند. با گفته مقامات صبح 2 ایون 12 نفر تکرارن با علامت های بیماری به شفاخانه مراجعت میکنند که این هم از تاثیر همین نوعی زهرداروهای در ارگانیسمشان باقی مانده بوده است. شیرین ظریف‌آوا خواننده صنف دوم مکتب روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت دیروز بعد از نصف روزی حین درس سر و چشمانش را درد گرفت و او بیهوش شد و در صحن صنفخانه افتاد. شیرین گفت او و حدود 10 نفر از خوانندگان صنف‌های گوناگون مکتب را به بیمارستان بردند. او گفت که وضعش نظر به دیروز بهتر است اما هنوز خود را بی‌مدار حس می‌کند. کودکان چه شما خودتون دیدین همشون خوبن. در بیمارخانه وقتی که میاریم همه بازی میکنن، خوراک خشوب استعمال میکنن، خشوب سخن میرونن، بس حالا جواب میتن. وضعیت کودکو بهتره. روز 26 همین کار شدگی باقیه یگان کس آدمای متصدی دستگیری نکشته. این از 3 باری 4 باری آوردن همین کودکارا. میره یک داروی دیمدرالش میتونه از پاکایتل رویش میکنه خونه با ابرد. این همین یک هفته یگان مثال کارکنی همین تریتوری یگان فکر نداره. این 4 مرتبه میشه ها. 2 فرزندم هم خیلی دینا و میارن یک توکل میکن میگذرونن سوشدا گفت جواب میتن. یک خنگ نظری سردختون نویار نشون میته. خنگ نظری سیسی گلاورچ سیسی را همین نویار نشون میته. این چیه پیام فرزند انسان. مقامات محلی میگویند کمیسیون ویژه برای تفتیش این حادثه تشکیل شده است و در بنگاه طبی دهه‌ای خواجه غلطان برای کمک به خوانندگان آسیب دیده ستاد عمل میکند. گفته می شود 1 نفر از خوانندگان که وضعش سنگین است به بیمارستان شهر کولاب انتقال داده شد.